یعنی نماز شام رو باید در وقتش خواند، اگرچه در سفر باشد. در این حالت نماز شام رو وای نشسته، اگر در هواپیما مسجد نباشد، چه خیلی که اکثری هواپیماها مسجد ندارد، هستند هواپیماهایی که در داخل هواپیما مسجد جا کردن، بین دو ساله یا مسجد گذاشتن تا اینکه 10 نفر 5 نفر میتواند آمده بیملال راست ایستاده نمازهای خود را خواند. خب اگر امکانیت راست ایستاده خواندن نباشد، در این صورت نشسته میخواند. یا نماز بامداد، مثلا وقتی که پرواز شروع شد، حالی وقتی بامداد ندر آمده بود، وقتی که هواپیما فرود می آید الکی آفتاب برآمدگی هست، در این صورت نماز بامداد رو مجبور است که در هواپیما خواند. سنت کو به یگان خلاف اجازت است نشسته خواندن، لیکن فرض باید اصلا به نماز فرض قیام شرط است، یعنی راست ایستاده نماز گذاشتن این شرطی نماز است. لیکن از سبب آنکه امکانیت نیست و شریعت ما به کاری که امکانیت نداریم ما را امر نمی کند. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، در سوره بقره الله تعالی میگوید که الله سبحانه و تعالی یگان نفسی را فرمان نمی دهد با آن عملی که طاقتش را ندارد. کسی قدرت ندارد، الله تعالی از قدرتش بالا فرمان نمی دهد، جل جلاله و تقدست اسماؤه. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. راست ایستاده نماز گذار، اگر نتوانستی نشسته خوان. وقتی که در هواپیما یا در نقلیات امکانیتی راست ایستاده نماز خواندن فرض یافت نشد یا امکانیتی فرآمدن نیست، در این صورت نشسته میخواند.